یک دیپلماتی بلندپایه امریکا گفت ایالات متحده هیچ اطلاعی درباره مرگ گلمراد حلیم فرمانده فراری تاجیک ندارد که او به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. هنری اشنر دستیار وزیر امور خارجه امریکا روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه هیچ اطلاعی درباره هلاکت گلمراد حلیموف در سوریه در اختیار امریکایی ها نگذاشته است. گلمراد حلیموف سال 2015 به صف داعش پیوست و معلوم نیست حالا کجاست و با او چی شده است. در مصاحبه با نیسا رسولووا خبرنگاری رادیو آزادی، هنری اشنر همچنین درباره نگرانی های تاجیکستان از بازگشت جنگجویان داعش به منطقه پرسید. First of all, I don't think anybody is certain of the numbers. I've seen پیش از همه من فکر نمی کنم کسی رقم دقیق را بداند. من رقم های بلند به مثل هزارها و رقم های خرد به مثل صدها را دیدم. واقعا من مطمئن نیستم که چند نفری از کشورهای آسیای مرکزی به میدان های جنگ رفتند. من فکر نمی کنم کسی این را واضح بداند. ما از رهبران و دیگر افراد از منطقه شنیده ایم که آنها از بازگشت جنگجویان از میدان های جنگ از عراق و سوریه، احتمال مشکل آفریدن آنها و انجام دادن حمله در منطقه نگران هستند. برای همین ما با حکومت‌ها در مسئله مقابله با فعالیت‌های تروریستی همکاری نزدیک داریم. ما با نهادهای امنیتی، پلیس، نیروهای مرزبانی همکاری می‌کنیم. بخصوص ما در مسئله نیروهای پلیس و مرزبانی با حکومت تاجیکستان همکاری عالی داریم. Police and border services where we have excellent cooperation with the government of Tajikistan. و همکاری ما از دیپلمات آمریکایی همچنین پرسید در صورت تلاش جنگجویان داعش در افغانستان برای ورود به خاک تاجیکستان نیروهای بین المللی چگونه واکنش خواهند نشان داد. First of all, as a matter of fact, we share the assessment actually that پیش از همه در واقع ما ارزیابی هایمان درباره به اصطلاح داعش خراسان در افغانستان را تبادل میکنیم. به اندیشه ما خطری آن حالا نسبتا خرد است. برای ما کاملا واضح است که خطری از این برای افغانستان خطرهای طالبان است. طالبان گروهی است که اکثر حمله ها را انجام میدهد. آنها هستند که به افغانهای دیگر زورآوری زیاد میکنند و آسیب میرسانند. عین زمان ما شاهد حضور گروه خراسانی داعش در چند ناحیه شرقی افغانستان شده ایم. حالا می توانم بگویم که بعضی از آنها اخیراً در ولایت‌های شمال و شرقی افغانستان پیدا شدند. ما از حکومت شما و دیگران واضح شنیدیم که این افراد خطر ایجاد می‌کنند و حکومت تاجیکستان و دیگران البته می‌خواهند با ما همکاری کنند. آنها می‌خواهند ما تلاش‌هایمان را بیشتر کنیم که این خطر زیاد نشود. ما همکاری با حکومت‌ها و حکومت افغانستان را همچنان ادامه می‌دهیم تا ضمانت بدهیم که خطر گروه داعش در خراسان کم شود. کاری که در سال گذشته کرده ایم. من به شما یک واقعیت را میگویم که برای من غم انگیز است. در واقع سال گذشته در افغانستان تعداد سربازان آمریکایی که در جنگ به ضد داعش کشته شدند در مقایسه با آنهایی که در جنگ بر ضد طالبان کشته شدند بیشتر است و این نشان می‌دهد که ما خطر را جدی می‌گیریم.